عشق چه این طبیعت آدم وقتی چام میکند هوای تازه میکند ولی دونه خانواده هم های درای دیگه هوای خانه حال همسایه میبین خیلی بوی خانه تا اینجا و این بوی اصل شوشه همین سبب من عشق من که چهره آدم کشاده میشد برای من اهمیت میدم. اسکر دورانوف هر صبح وارد باغچه شده گلهایش را تماشا میکند. پرورش گلها او را به زندگی دلگرم مینماید. خود را به گلها تصور کرده نمیتواند. من همش قاضی منشینندگان همش 1 ساله بود. قهرمان گزارشی ما 68 ساله بوده در جماعت دهاتی اونجی ناحیه باباجان غفوروف زندگی میکند. هنوز از سن 15 سالگی با مادرش به کار کلخاز برآمده است. حاجی اسکر 10 سال در کارخانه های دولتی و 31 سال در فرودگاه به حیث راننده کار کرده. سال 2012 از جانب کارگاهش به سفری حج رفت. عین زمان نفقه خیر بوده گلپروری را شغلی دوست داشته خود دانسته است. زیاد 3 سال یسیم پرورش به مشورم خودم کلمچو میکنم خودم میشنونم برای که باری خودم. اکنون اسکر دورانوف در گلپروری تجربه 3 ساله دارد. روی حولیش الکی زیاده از 100 بیخ گلی 100 برگ، 5 نوع گلی تیر ماهی، 24 دانه گلی پالمه، 2 بیخ گلی شام و سحر و 80 دانه گلی خانگی که در توبکچه هاست پرورش مینماید. همش خودم بسیار که دیگه این کمکچه بود. یک 20 تا واژه زیاده 80 تا توبک. واژه با که داشتم با بسیار تگوشان ده. اگه همش واژه گفته و هوا اینیش میکنه و خونکای ما این مرد بسیار میکنم. میگوید که گلها را در زمستان برای قوت گرفتنشان قیچی میکند و آن در بهار دوباره افزایش میکند. در زمستان امسال برای زیاد کردن گلها میخواهد جایهای کوچکی آنها را تغییر دهد. اینها همش برای کوچک کردن اگه که 15 درجه جو استدگر هیچ نمیشه. اگر جاتون خدا باتوب نباشه تو هم تو 10 درجه استان گویده ما این مرد به اینه تو گفتی است بیرون آدم ممکن. حاجی اسکر میگوید که مصرف آب به گلهای توبکچه دارش روزی تا 15 لیتر را تشکیل میکند. از آب نشاکی منزلش یا جای حفظ نبوده آبی را که نمکش تحشین شده است و گلها میدهد زیرا میداند که برای گلها فایده بخش است. هم نمیدونم علایق میگوییم همش کم آب. تابستان هوای گرم شده دیگه قد درس به یا با آب ممکن. من این آش به این هوای گرم دور زبور طرف شب به عبید به روز به هوای گرم ممکن نیست. سونه آب ما بشکه های آب خاص که 3 روز 4 روزی ایستادگی آب باشد اما آبی دادن ده کار هم دو آجوی آکرنگ آب ریختن و چیکو یعنی نمکش های اما به مورد دیگر 3 روز 4 روز میستد آب تکشون نمک تمام میشه. گرچند اگرونوم نیست ولی همه سال از زمین خردککی پیش حولیش حاصل کارتاشکا، پومیدور، بادرینگ و قرنفل بلغاری میگیرد. امسال از حاصل زمینی نزد حولیش 54 کیلو کارتاشکا گرفت. نوابسته از این در روی حولیش 2 نوع انگور، حسینی و تگابی هست که میوهش برای اهل عائله و نبیرگان کفایگی میکند. 3 با خونتون میکنم دارو میکنم. انگور هم میکرد می؟ انگورش نه، حسینی است نه. آب هم حسینی و تگابی. پرورش گلها برای این مرد گلپرور لذتی خاصی میدهد و همسایه‌هایش نیز طرز پرورش آن را میفهماند. فصل خزان است اما حولی امکی حاجی اسکر نمودی بهار را میماند زیرا گلهای پرورش نموده زینتی خاص و بوی معطر دارد. گزارش سومن حمید و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.